اینا در جا حالا جان بلند تنها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 من هنگامه احمدیان هستم. از سال 83 شروع کردم به فعالیت ورزشی بسکتبال. اولی که داخل مدرسه بودم تا سال 89 که وارد سطح باشگاهی شدم. سال 98 درجه 2 رو گرفتم. از سال 90 تا 98 من تو هیئت بسکتبال مشغول به فعالیت بودم. یه دوره خیلی خوبی بود. بعد از سال 98 به بعد دیگه رفتم تایم خودم دیگه خصوصی که الان مربیگری تیم آسمان فرسای کاشان رو دارم و تو 4 رده سنی مشغول فعالیت هستم. فاطمه قویدل هستم، نایب رئیس هیئت بسکتبال کاشان و مربیگری درجه 2. سال 88 بسکتبال رو شروع کردم. از سال 92 کمک مربی بودم. سال 99 درجه 3 گرفتم و سال 1402 درجه 2. محمد حسین سایه آفتابی است. از سال 87 وارد بسکتبال شدم، حالا به واسطه اینکه پدرمونم تو بسکتبال بودن، هم بازیکن بودن، مربی، هم تو هیئت مسئولیت داشتن. دیگه از سال 96 هم وارد عرصه مربیگری شدیم، هم در سطح پایه هم در سطح بزرگسال، لیگ دسته 1 دسته 2. در حال حاضر یه مؤسسه آموزش بسکتبال آرنوسی الکو داریم. از رده مینی بسکتبال تا جوانان شاگرد داریم. در طول فصل هم اگر مسابقات لیگ بزرگسالان باشه، حالا در خدمت هیئت بسکتبال هست. مسعود خورشیدی هستم. از سال 86 وارد بسکتبال شدم. به خاطر علاقه‌ای که تو این زمینه داشتم، تحصیلات دانشگاهی من به این سمت رفت و ارشد تربیت بدنی هستم و همزمانم معلم ورزش مدرسه مولا صدرا است. علی کمالی هستم، مربی و مدیر باشگاه ورزشی شهید حسین شکرریز و همچنین مسئول انجمن بسکتبال آموزش پرورش هستم که بسکتبال خودم رو از سال 89 و با ورود باشگاه توزیع الکتریک و همچنین فرش چلسی در هیئت بسکتبال ادامه دادم و در همین حین با قبول شدن در دانشگاه فرنگیان و حضور در آموزش پرورش وارد عرصه مربیگری شدم. امیرحسین محسنی هستم، از مربیای بسکتبال کاشان که از سال 88 عملاً ورود به بسکتبال با ورود باشگاه توزین به کاشان و فعالیت تو رده‌های پایه اونجا شروع شد و بعدها از سال 1395 جرگه مربیگری و ورود به عرصه مربیگری رو داشتیم و تا الان که تونستیم 2 تا از لولای فدراسیون درجه B و C فدراسیون و مربیگریشو طی بکنیم و الان هم آکادمی بسکتبال تاک کاشان و دایر هست و سنین مینی بسکتبال، میکشو بسکتبال تا بزرگسالان و مشغول به فعالیت هستیم و بچه‌ها اونجا مشغول به آموزش دیدن هستن. محمد دهقانی هستم. حدودا از سال 83 وارد بسکتبال شدم و بعد از 3 سالم به جرگه مربیگری پیوستم. از اون تایم تا الان اکثرا در رده پای مربیگری کردم و بیشتر با بچه‌ها سر و کار داشتیم. بسکتبال کاشان دارای پتانسیل‌های خیلی خوبی هست. شاید بهتون بگم که کاشان از خیلی از استان‌های ایران از لحاظ استعداد و پتانسیل بازیکن خیلی برتر هست و این نشون میده که سرمایه‌گذاری در این قسمت باعث رشد ورزش شهر میشه. خب یکی از پیشکسوت‌های نامی بسکتبال که خب تو سطح ایران هم بسکتبال کاشون رو به نام زنده‌یاد پرتو میشناسن. یعنی ما الان هم هر جا میریم مسئول تو فدراسیون توی مسابقه ناظری قدیمی ان کاشون و بسکتبالش رو به نام زنده‌یاد تو سین پرتو میشناسن. باعث افتخار ما هست. اون نکته هم که خیلی مهمه، ما روزی هم که بسکتبال شروع کردیم مربیامون همه میگفتن ما داریم از سبک ایشو تقلید کنیم تو بحث اخلاقی. الان هم ما افتخار اینو داریم که دوست داریم مثل ایشو کار کنیم. یعنی بحث اخلاقی بچه‌ها رو خیلی ایشو رسیدگی به معلم بودن دیگه.
ولی حالا درسته نمیتونیم در حد و اندازه ایشون بشیم، ولی تلاشمون هست که راه و روششون ادامه بدیم. سال گذشته با کمک هیئت بسکتبال کاشان ما خانم گلی رو برای جمع کردن تیم نوجوانان آوردیم و ایشون تشریف آوردن و با کمک ایشون یه سری از نوجوانان و نونهالان دختر رو انتخاب کردیم و در مسابقات لیگ نوجوانان کشور شرکت کردیم و خدا رو شکر مقام نایب قهرمان کشوری رو آوردیم. من میتونم به قاطعیت خدمتتون بگم که خیلی عظیمی از علاقمندان و بدنه بسکتبال الان از زمان ورود توزیع الکتریک به کاشان به این طرف جذب بسکتبال شدن. در حیطه خودم میگم به عنوان معلم ورزش خیلی از بچه‌ها از نظر ورزشی توی محیط مدرسه غربالگری میشن و به هر حال وارد رشته بسکتبال میشن و نسبت به سالهای گذشته که شاید ما مثلا معلمای ورزشی رو که خودشون مربی بسکتبال باشن نداشتیم، خب ورودی کمتری رو به این رشته داشتیم، ولی در سالهای اخیر این تعداد رو به افزایش بوده خدا رو شکر. جامعه بسکتبال فعال کاشو فکر میکنم الان حدود 1200 1300 نفر باشه. تو بخش آقایون ها، بخش خانوما جدا. مشکلی که در حال حاضر شاید بیشتر به چشم بیاد که شاید همه اتفاق نظر دارن، نبود اسپانسر و همچنین سالن تخصصی برای رشته بسکتبال هست که مسابقات لیگ، مسابقات استانی و بازی‌های مهم در این سالن برگزار بشه. خب بالاخره خانوم ها یکم حالا محدودیت دارن به خاطر اینکه حالا فضای خیلی مناسبی برای خانوم ها نداریم، مدام در حال جابجایی سالن ها هستیم. ما حالا مثلا تایم داشته باشیم از یه سالن باید به یه سالن دیگه بریم، همین باعث میشه که هم ریزش داشته باشه بسکتبال. جابجایی و تایم عوض کردن و اینا باعث میشه که یه سری از خانواده‌ها درگیر همین موضوع بشن و دیگه بچه رو نفرستن برای ادامه بسکتبال کار کردنشون. اوضاع از لحاظ اون چیزی که تو زمین اتفاق میفته خوبه، یعنی فعالن باشگاه، فعالن مربی‌ها، بازیکن‌ها علاقه‌مندن، ولی اون چیزی که بیرون از زمین باید اتفاق بیفته متاسفانه مثل همه ورزش‌های دیگه کاشو خوب نیست، از جمله سالونمون، از جمله بحث اسپانسرینگ مسابقاتمون. اینا همیشه مشکل داشتیم و دوباره کاری می‌کنیم هر سال، یعنی علاوه بر اینکه کار فنی باید بکنیم این مثال هم باید باش دست و پنجه نرم. خب یه سری از سالن‌ها هستش که مال نهادهای دولتی هست و اونا دست روش گذاشتن و انتخاب کردن برای اینکه بسکتبال شرکت کنن بچه‌ها داخل اون سالن‌ها و این حالا محدودیت برای ما ایجاد کرده که ما نمیتونیم از اون سالن‌ها استفاده کنیم و اون سالن‌هایی که ارگان‌های دولتی دارن استفاده میکنن اکثرا سطح شهر هست و مرکز شهر دسترسی بهش راحت‌تره و ما مجبور میشیم بریم حالا یکم دورتر تو سطح پایین‌تر شهر. بالاخره این فاصله نسبت منزل خود بازیکن تا اون سالونی که ما می‌خوایم بریم طولانی باشه، به مرور زمان باعث میشه که بازیکنان شرکت نکنن تو این تایم‌های بسکتبال. با توجه به این محدودیت‌هایی که در سالن‌های ورزشی ما داریم و اینکه سالن تخصصی بسکتبال ما نداریم، حداقل توقع ما از مسئولین شهرمون اینه که برای رشته بسکتبال بتونن یه محیطی رو فراهم کنن که به هر حال بچه‌هایی که مستعد پیشرفت بیشتری هستن از طریق باشگاه‌ها حمایت بشن و خود باشگاه‌ها هم از نظر هزینه و اجاره بهایی که باید پرداخت کنن بتونن یه تخفیف مناسب‌تری رو برای رشته ویژه بسکتبال در نظر بگیرن. تو یک دهه اخیر، تو 10-15 سال اخیر اگه ما نگاه کنیم، رشته بسکتبال، اینو به قاطعیت میتونم خدمتتون بگم، پرچمدار رشته‌های ورزشی تو کاشون به خصوص رشته‌های توپی بوده. چرا؟ چون اگر بیلان کار یه رشته رو ما نگاه کنیم باید ببینیم این رشته چند تا لیگ برتر شرکت کردن، چند تا تیم تو لیگ برتر داشته، چند تا تیم تو بزرگسالان دسته یک داشته. الان بسکتبال تو این 10-15 سال اخیر با چندین تیم لیگ برتری، چندین تیم دسته اولی بیشترین حضور رو تو عرصه‌های کشوری هم بزرگسالان هم رده‌های پایه داشته. بازیکن ملی پوش داشته، تو رده‌های به اصطلاح منتخب اصفهان بیشترین عنوان داشته و کمترین حق جامعه بسکتبال الان یه سالن اختصاصیه. یکی از مشکلاتمون همینه که ما الان 1 ساعت و نیم هر تایمی رو میتونیم داشته باشیم، ولی خب به خاطر اینکه حالا قبل یا بعد ما آقایون هستن ما مجبوریم 1.5 ساعت از این تایممون بره و سرجم ما 1 ساعت تایم مفید داریم که بتونن بچه‌ها تمرین کنن. در واقع 2 روز در هفته که میشه
2 ساعت و اصلا این مفید نیستش برای ورزش سخت مثل بسکتبال که از سخت‌ترین ورزش‌های توپی جهان هستش. و این بچه مسلما وقتی میگم 4 روز تمرینش انجام نده، تو اون محیط نباشه، دور بشه، دیگه به این راحتی برگشت نداره به سمت سالن و ورزش. یه دهه محرم قرار بود اینجا تو سالن ما هیئت برگزار شد، تربیت بدنی گفتن که شما رو می‌فرستیم یه سالن دیگه، سالن 40 جریب. ما رفتیم اونجا که سالن رو بررسی کنیم، دیدیم حلقاش پایین نمیاد، حلقه سقفی بود. مسئول سالن گفت من این حلقه رو پایین نمیارم که به بسکتبال ندم. یعنی سطح تفکرم ما داریم. حتی فکر کنم مشکل فضای روباز هم حتی داریم، مثلا زمینای استریت، زمینای نمیدونم پارکی، حتی اینا رو هم ما نداریم. ما سالن حالا گفته شد که حالا بحثش شد، حالا شاید خیلی از تیم‌ها مثلا می‌خواستن بیان کاشان، تا یاد کاشان شاید میافتن بعضی وقتا، خب چون سالن کم بود سوال می‌کردن، میگفتن خب فلان سالن اگه باشه شاید ما نتونیم بیایم. رشته بسکتبال چون یکی از رشته‌های به هر حال پربرخورد هست و به هر حال رشته‌ایه که آسیب‌های مچ پا و زانو توش شایع هست، به هر حال کف سالن بعد اون استانداردهای مناسب رو داشته باشه. شاید شما بتونید تو هر کف سالونی بتونید رشته فوتبال رو اجرا کنید، اما بسکتبال به خاطر اون پرش‌های زیادی که وجود داره به هر حال کف پوشش مناسب باشه یا به صورت پارکت باشه. ولی خب متاسفانه اون سالن‌های محدودی هم که ما در اختیار داریم این استاندارد رو ندارن و خیلی موارد دچار آسیب دیدگی شدن بچه‌ها و معضلات بعدی براشون پیش اومده. اگه خواسته باشیم تایم شرکت بکنیم مجبورن تایم والیبال مثلا حالا تور جمع بکنن که این باعث میشه که از بچه‌های خود بسکتبال استفاده کنن حالا برای جابجایی تور والیبال، یا حالا اگه مثلا تخت حلقه‌های زمینی باشه خود بچه‌های کوچیک مجبورن که کمک بکنن تخت حلقه رو بیارن جلو و این وجه خیلی خوبی نداره. کاشو کلا معروف بوده میزبانیاش تو کل فدراسیون و اینا، ناظرا همش گزارش خوب می‌نویسن. از سالی که دیگه ما سالن 7 مهر و اینا خصوصی ان دیگه به ما سالون نمیدن، الان ما هر بار درخواست میزبانی بدیم اولویت آخر میشه کاشان. یعنی وسط مسابقه رسمی دسته یکی کشور دریبل میزدن، توپ خورده به یه برنامه دیگه از اون ور رفت، همون دقیقه بازی رو داور قطع کرده. خب آبریزی شهرمون اول از ما بسکتبال کار میکنیم یه قسمتش عادت کرد. آرزون برای بسکتبال کاشان پیشرفت خیلی زیاد و اینکه یه سالونی داشته باشیم که مخصوص بسکتبال باشه، حالا چه بحث خانم‌ها چه بحث آقایون. بچه‌ها مجبور نباشن توی اون رده سنی پایین کوچولو بیان حلقه جابجا کنن، یا نمیدونم تور والیبال کمک کنن جمع کنن، یا حتی مشکل توپ نداشته باشیم. دومم اسپانسر برای حضور در لیگ‌های کشور، چون ما بازیکن بسیار زیاد داریم. فقط صرف این نیستش که حالا ما مثلا هزینه اسپانسر بکنه و اون رشته رونق بگیره، ما یه برند رو میتونیم تبلیغ بکنیم. آرزو میکنم ما در کاشان زیرساخت مناسبی داشته باشیم تا هر سال بتونیم در رده‌های مختلف در لیگ‌های کشور به صورت حرفه‌ای شرکت کنیم و بتونیم برای شهرمون افتخار کسب کنیم.